سلام بچه، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. بچه توی این ویدیو میریم سراغ بازی یه اسمش جیومتری دش. حالا همون سلام. راست میگه سلام. خوش بدید سراغ جیومتری دش. خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. خب لیتس گو. بچه یه مسابقه است، سابسکرایب فراموش نشه. آره ما مسابقه میدیم، بازی خیلی معروفی. هر کی زودتر بتونه مرحله یک رو تموم کنه بعد دورم تموم کنه برنده است. با اینکه من هم یک و هم دو رو تا 100% رفتم ولی بازم به خاطر ویدیو لیتس گو برای باز. خب حاجی من اسکن بازی آغاز می شود. حاجی این کاکو سنگی چقدر بال. من موشتم. بچه نسخه مد شده این بازی توی کانال تلگراممون قرار دادم. یا متا بوتاسای لینک کانال تلگرام زیر همین پست زیر همین ویدیو گذاشته شده. هر کی هم که دانلود نکنه. بابا چه بعدش پشما مشتهی برعکس میشه صاف میشه. حاجی کاکو سنگیه میگه با منی ناموسه تو 22%. من که چه وضعیت دارم رد میکنم. اوه مشتلی دارم با قدرت پیش میرم. من 150% برندم. آره اینو مطمئنم. اینو بهتون قول 150% نداریم تو اولین تر ای دهنت سرویس. لیول کامپلیت حساب نیست. الان اینا رو دو چیتر دیدی رفته مرحله دو. تو ریسپان آدم نه به خدا این دایره ریسپان نیست. این تنگ میشه گوشا. حالا هرچی که هست برام مهم نیست چیه، فقط تنگ میشه گوشات. حالا ببین سر مرحله اول خیلی دارکی. آجی حس میکنم مرحله اول قراره یه 2 روز که نه 2 ساعت 2 دقیقه 2 ثانیه 2 سال طول بکشه. واو این مرحله یکش. حالا ببین تا اون موقع بتونیم ویدیو بگیریم. آجی من تو مرحله یکش گیر کردم. تا اون موقع ویدیو بگیریم حتما حجم ویدیو نه حجم گوشی کامل پر میشه. راست میگه. یا ابوالفضل حافظه داخلی گوشی باخت داره استشمام میشه توسط من. وات بوی گوزه کی آبرو تو بردم چه بچه اون بودست بچه احساسش نیفته. من آدمم نزن اون کریستالو. اون کریستالی اونجا بود و نزن. تو منو بود نزن دیگه. حاجی واقعا عذابم داره خورد میشه. تو رو خدا نرو تو ستینگ. نه دستم تو رو کشیده. این دست واقعا برنده میشم. اسحال این دست دیگه خدا وکیلی برندم. حالا ببین من بهت کی گفتم خدا وکیلی. من این دست مطمئنم باختم. مطمئنم ببین ولی فکر نکنم به بازی. دیدی مطمئن بودم. یه بار دیگه هم قرار باختم. 16 تا تیروی رفتم بس. 16 تا تیروی کمه. 18 تا من رو صدا میگم. این تازه 16 تا تیروی تو مرحله 2. بچه دارم بو میکشم. بوی مشام گوز. بوی گوز به مشامم میرسه. افغانی دست من بوی مشام گوزم چون میپیچن. ها مشام گوز چه ربطی داره؟ بوی مشام چی داری؟ بوی گوز به مشام. مشام دماغم میخواد. من سوراخ دماغم میخواد. یه مار تو چکممه. تو یه پلک بزنی خوره. توی ستوریز
حاجی واقعا تو این پلک زدن اشتباه. گناهه. باید استوب کنی. نه تیغ رفت تو. اولی دماغم میخواد. بخوار راحت باش. من چرا همش میرم وسط تیغه. نه تو نمیری وسط تیغه. تیغه میاد وسط. یه وقت یا نخندی دنیا میره. آجی یه چیزی هست به اسم کریستال که تو نداری. دارم اینو شیت ولی هنوز نزدم پرکتیک مود. پرکتیس داشت. اون ای داشت آخرش. وقتی رفیقم میخواد چوز کلاس انگلیسی بیاد در اون صورته که درد نکنه. بابا من وقتی من میرم وسط تیغه یعنی تیغه فرو میشه. یه کم کم میخوام لف بدم نمیدونم چرا. من کم کم میخوام برم تو حالت پرکتیس. دیگه واقعا من نمیخوام لف بدم. لف میخواد به من بده. به خدا سیدون بجاز همین نفرش میشناسی. نفر اول 26 چی؟ نفر اول 26 دیگه. ای حتما جیومتری داش رو نصب کنید اگه میخواید از فشار سکته کنید. سکته مغزی سکته قلبی مره ای زهر مار. حاجی همین الان که داریم ما پلینگیم از تلویزیون صدای ململ میاد. حتی ململ هم میدونه ما از اون گوسفندتریم که این بازی ها جو بید. ململ میگه سلام آقای عزیز که نمیگه سلام قربان. ربطی داره گوسفند؟ خیلی ربط داره مثل تو. اوه راست میگی. گوسفنده اولا. گوسفنده اولا. اوه چشم میخوره پا میخوره زود بخورونم. همه جات میخوره. اوه پامپاژی کردی میخوره. نکن دل غم. پات ریست شد خالش. نمک بابا. یه رفرش بزن خالش پات درست میشه. ای موت. حالت داره بد میشه. تو فشارت خیلی زیاده محمد تیه جون دیگه. تریاک پیچ شد. تریاک پیچ. تریاک بود. وای حاجی مغزم داره. اینجاست که شوهر میگوید میخورم زمین. تو این بازیه میخورم زمین هوا میرم روزی دوبار میرم. ای دیگه مغزم واقعا نمیکشه. آها گوزیده. میدونم اینجا باخت میدم. مغزم به یه حالت رسیدم که داره کاکاسنگی خاکستری خاکی نشون. نمک. دید بابا تو نمک. خیالم بوه. حاجی دیگه مغزم نمیکشه به خدا. قلبم گوزیده. اوه بچه هممون داریم میخورم زمین هوا میرم روزی دوبار نه 200 بار بگاه میرم. بار 200مین باره که من دارم اینو میرم. چرا نمیرسم آخرش؟ دماغم میخوره موم میخوره. وای حاجی من خارتو کن. داره من مقاله بیب وات به خدا اگه این دستو نبرم تیزی رفت. همش اگه این دستو نبرم یه گوسفندو میبرم. کجا؟ پشت. میخوام از این روش استفاده کنم شانسی. میخوام از 2 تا دستم استفاده کنم. تو اولین ترای بخت. منی که دارم از 5 تا دست و پا استفاده میکنم. 5می فقط لجندام فهمم. لجندام فقط پسرام فهمم.
او مای آه نه دختره که بیشتر میفهم. وای حاجی عجب تیغای تیغی هم. فروه خیلی فروپاجی. به خدا تو مرحله یک آدم نباید اینجوری گیر کنه. همون مرحله یکیش از مرحله آخر جی تی ای سن اندریاس سخته. من الان 1 رو تموم کردم، 2 رو تموم کردم، 3 رو تموم کردم، 4 رو تموم کردم، 5 رو تموم کردم. اون وقت تو 1 گیر کردم. به خدا واقعا شهر عجیبیه. واقعا که هواپیمای من بنزین تموم نمیکنه. من چطوری من تموم هواپیما کردم. تا حالا باز خوبه مال تو با بنزین کار میکنه، مال من با گاز کار میکنه. من با آرجیب کار میکنم. چطه؟ میخورم زمین نه دوباره بک فنا میره. آفرین. من روزی 200 بار فنا میره. آجی دیگه کم کم دارم. اگه ترایام 3 رقمی بشه، چا به فنا میریم ولی به فناف نمیریم. اگه ترای هایی که میدم پرکتیس مود 3 رقمی بده، 3 رقمی بده، 3 رقمی میده ولی 4 دین دیرین دین. من هر روز دارم میگم دین دیرین دیرین دیرین. یس بیبی بازی فشاری شده. تمامش کردم. تمام کردی؟ دوه مگه حالا 10 تومن بده. گت داون مرحله 2. یکی به من کمک کنه. آجی تا الان تایم ویدیو شده 15 دقیقه، مرحله 2 رم تو 15 دقیقه تموم کنم میشه 30 دقیقه. من چطوری اینو بذارم؟ برای دوم حس میکنم راحت تر بشه. نتم روزی 2 بار به بیپ میره. به خدا فکر کن من این زحمت میشم این ویدیو رو میذارم، بعد اون وقت حمایتام نهایت 2 باز دیده. این هی 2 لایک هم نیست. منفی 2 لایک. حداقل نبین، فقط لایک کن. لامصب حمایتی میشه. انرژی بده. انرژیمون گوز بود. انرژیمون به گوز بنده به چوس پیوند. دیوای من اسپایدرمنم. دور اگه اونجوریه منم بیپ. اگه اونجوریه منم بتمنم. ببخشینا. صدای گروم گروم میاد. گروم 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 گروم. وای من جیبش تو 80% باختم. ای کی 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 کی. به خدا اگه تایم ویدیو بالاتر از 20 دقیقه بره کات زدن نگین چرا کات زدی. باید بزنی کاتسین. بابا کات زدن چیه؟ ما حداقل من که ببرم ویدیو تموم شد. بابا چرا فرو میره تو؟ دوم سوم هم داره. آجی به خدا تو مرحله رسیدم که میترسم پلک بزنم. یه دفعه یه جامپ سکو خوردم مردم. بیا نگاه اینجاست که باید بگم بیپ با با بی بو با بیپ با 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 بو با بو بیپ با با با. من پرکتیس مود میدم برم. آجی واقعا خیلی سخته. سختیست. نیمی سرفیس زیاده. 90% بودم. وای آجی خیلی رو مخه. 90% باشی ببازی. فکر کنی از فکر نکن. تا الان مثلا تون به خفه شو بابا منم مرحله 2 هم. پرکتیس مود. داداش اگه در اطلاع نیستی باید بگم به دوربین تو دارم میبینم. چیت نزن باش. چی مهدی که تا با چیت هم نمیتونی. داداش تو بکنی ماسته. تو هاجی 90% بودم میگه کم. ای خدا دیس ایز حال. وای من فشار خوردم. این سریو نرم دیگه میرم. نه میرم. این سریو نری اون میره تو. این سریو من نرم تو اون میاد تو من. دارم
دارم به بردن نزدیک میشم. دارم به بردن دارکتر میشم. بچه مرسی از اینکه ویدیو دیدید. خداحافظ تا یه ویدیو دیگه. واسه اول اگه من تو این ترایی بردم یعنی من از تو بود. چی؟ خب بچه ها مرسی از اینکه واسه بچه ببینم من چی بنال دیگه. توی این ترایی باید جور بدی نکن. ای کسشه.